با نام یاد خدا. بینندگی این مجموعه خبری با من مریم تیموری از یک هستید. مشروع خبرها: ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی اعلام کرده است که نیروهای پاکستانی بار دیگر به ولایت خوست حمله کردند. با گفته وی شب گذشته در ولسوالی گربز منطقه مغلگی نیروهای پاکستانی خانه یک غیر نظامی را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 9 کودک شامل 5 پسر و 4 دختر و یک زن کشته شدند و خانه این خانواده به طور کامل ویران شده است. مجاهد افزود که در ولایت‌های کنر و پکتیکا نیز حملات هوایی صورت گرفته است که در اثر آن 4 غیر نظامی زخمی شدند و 2 خانه مسکونی دیگر آسیب دیده است. این حملات در حال رخ می‌دهد که تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان همچنان در حال افزایش است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان در واکنش به حملات شب گذشته پاکستان در 3 ولایت افغانستان گفت که کشتار غیر نظامیان قابل قبول نیست و هر گونه افزایش خطر جنگ راه حل مشکلات منطقه نخواهد بود. وی همچنین افزود که ترکیه به زودی هیئت بلندپایه به اسلام آباد و احتمالاً کابل خواهد فرستاد تا توافق میان افغانستان و پاکستان برای جلوگیری از فعالیت گروه‌ها یا افرادی که امنیت یکدیگر را تهدید می‌کنند برقرار شود. این توافق ممکن است شامل ایجاد دفتر مرکزی برای نظارت و هماهنگی در انقره باشد که مقامات ترکیه، قطر، افغانستان و پاکستان در آن فعالیت خواهند کرد و در صورت بروز تخلف برای حل مشکلات اقدام خواهد شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را شدیداً محکوم کرد. او این حملات که منجر به شهادت کودکان و زنان شد را نقض تمام اصول بین المللی دانست. کرزی از پاکستان خواسته است که رابط خود با افغانستان را بر اساس اصول بین المللی و حسن همجواری برقرار کند، با آینده نگری عمل کند و از تکرار سیاست‌های مخرب و خصمانه خودداری نماید. راجنات سنگ وزیر دفاع هند در اظهارات تازه‌اش میگوید که مرزهای کشورها ثابت نیستند و ممکن ایالت سند که اکنون جزو خاک پاکستان هست دوباره بخش از خاک هند شود. آقای سنگ این منطقه را جزو هویت مردم هند دانسته و از رابطه عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی این منطقه با هند سخن گفته است. به دنبال آن وزارت امور خارجه پاکستان ضمن محکوم کردن سخنان وزیر دفاع هند آن را خیالی و خطرناک خواند. این وزارت تصریح کرده است که هند باید از سخنان تحریک آمیز و تهدید آمیز که صلح و ثبات منطقه را به خطر روبرو می‌سازد خودداری کند. اسماعیل سادات با شرح بیشتر. پس از اظهارات یکی از فرماندهان ارتش هند مبنی بر آمادگی کشورش برای رویارویی با اقدام نظامی پاکستان و پاسخ قوی به هر گونه تحرکات دشمن، وزیر دفاع هند در سخنان تازه‌اش آتش تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد را شعله‌ورتر ساخته است. راجنات سنگ وزیر دفاع هند در یک گردهمایی در دهلی نو گفت که مرزهای کشورها ثابت نیستند و ممکن است ایالت سند که پیش از این جزء خاک پاکستان شده بود دوباره بخشی از خاک هند شود. آقای سنگ تصریح کرده که هند رابطه عمیق در عرصه‌های تاریخ، فرهنگ و تمدن با سندی ها دارد و این منطقه جزء هویت این سرزمین است. अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं. کسانی که ریشه سندی دارند و بر رود اندوس باور فرهنگی دارند همواره متعلق به هند خواهد بود. مهم نیست امروز در کجا زندگی می‌کنند. ایالت سند شاید امروز جزو هند نباشد، اما از نظر تمدنی همیشه بخشی از هند بوده است. مرزها ثابت نیستند. شاید فردا سند دوباره به هند برگردد. اظهارات وزیر دفاع هند واکنش جدی وزارت خارجه پاکستان را در پی داشته است. این وزارت ضمن محکوم کردن اظهارات پسین راجنات سنگ آن را خطرناک و خیالی توصیف کرده است. وزارت خارجه پاکستان با اشاره به موضوع کشمیر گفته که هند باید از زبان تحریک آمیز و تهدید آمیز که صلح و ثبات منطقه را به خطر روبرو می‌سازد خودداری کند. ما از هند می خواهیم که گام‌های مؤثر برای حل واقعی مناقشه جامو و کشمیر بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و آرمان‌های مردم کشمیر تحت اشغال بردارد. پاکستان همچنان خواهان حل مسالمت آمیز تمامی اختلافات با هند است. در اوج تنش‌های اسلام آباد و دهلی نو، پلیس پاکستان اعلام کرده که بامداد روز دوشنبه حمله انتحاری بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی در منطقه صدر ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته است که در نتیجه آن 3 پلیس کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. این حمله در حال صورت می‌گیرد که با گذشت هر روز رویدادهای ضد امنیتی در پاکستان شدت می‌گیرد.
در سوی دیگر صندوق بین المللی پول نیز با نشر گزارش گفته که فساد، فرار مالیاتی و پنهانکاری درآمد واقعی در پاکستان به اوج خود رسیده و زیانهای هنگفت به خزانه این کشور وارد کرده است. رهبریت پاکستان نمیخواهد که بر مشکلات داخلی خود اعتراف کنه و برای ازی هم میخواهد که مشکلات داخلی خود یا بر سر هند یا هم بر سر افغانستان پرده، یعنی از مسئولیت گریز میکنه. پاکستان در بیش از یک سال پسین شاهد افزایش رویدادهای ضد امنیتی و نابسامانی‌های اقتصادی بوده که اقتصاد و امنیت آن کشور را به شدت آسیب رسانده است. گفتنی است که هفته گذشته نیز یک حمله انتحاری در مقابل یک دادگاه در اسلام آباد رخ داد که در نتیجه آن 12 تن کشته شدند. پس از صادرات میوه‌های افغانستان به ازبکستان، اکنون زغال سنگ کشور نیز به آن کشور صادر می شود. سخنگوی مقام ولایت بلخ اعلام کرده است که بر اساس توافقات انجام شده با تاشکند، سمنت و ادویه نیز از ازبکستان به افغانستان وارد خواهد شد. با این همه رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بسته ماندن گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و پاکستان سبب کاهش قابل توجه قیمت گوشت و تخم مرغ در کراچی شده است. ساجده کلامی با شرح بیشتر. با در نظر گرفتن روابط پرتنش میان کابل و اسلام آباد و بسته ماندن مکرر گذرگاه‌های جنوبی، مقام‌های افغانستان به دنبال راه‌های جاگزین مسیر پاکستان هستند و برای رساندن کالاهای کشور به ایران، هند و کشورهای آسیای میانه روی آوردند. در این میان ازبکستان یکی از کشورهایی است که با صادرات میوه‌های افغانستان از جمله انار و سیب تلاش شده است تا خلای ایجاد شده در مسیرهای جنوبی پر شود. در همین راستا سخنگوی مقام ولایت بلخ از صدور زغال سنگ به ازبکستان خبر داده است. حاجی زید سخنگوی ولایت بلخ اعلام کرده که توافق‌های مهم اقتصادی میان کابل و تاشکند نهایی شده است و بر اساس این توافق‌ها زغال سنگ کشور به جای پاکستان به ازبکستان صادر و سمنت و ادویه‌های با کیفیت نیز از آن کشور به افغانستان وارد خواهد شد. په اوسنیو شرایطو کې اقتصادي ترنګلتیا د پاکستان سره د باعث شوی چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې شي او په هر برخه کې چې نوې فرصت پیدا کیږي او یا هم داسې اټکل کیږي چې له دې لارې افغانستان کولای شي نړۍ ته او ګاونډیو هیوادونو ته خپل تجارت او ترانزیت ولري. زما په ان باندې په هغه باندې تمرکز پکار دی او پانګونه دی باید پیل وشي. در سوی دیگر با مسدود ماندن گذرگاه‌ها با پاکستان، قیمت برخی کالاها از جمله گوشت و تخم مرغ در کراچی به طور چشمگیر کاهش یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، هر کیلوگرم مرغ زنده در حال حاضر بین 350 تا 370 روپیه پاکستانی در بازارهای این کشور به فروش می‌رسد. وزیر صنعت و تجارت افغانستان نیز در سفر خود به هند هدف این سفر را تقویت همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و احیای روابط تاریخی در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر بخش‌ها عنوان کرده است. با توجه به شرایط فعلی نظام اقتصادی افغانستان، ما هر چقدر دقت عمل بیشتری در رابطه با تعاملات اقتصادی به همراه کشورهای همسایه داشته باشیم، ما میتونیم موثریت بیشتر و روند تجارتی داخلی و بیرونی سهولت بیشتر ایجاد کنیم. به همین منظور به دلیل حالتهای سیاسی فعلی که به همراه کشور پاکستان، کشور افغانستان داره، ما میتونیم توجه خود رو به راه بدیلی که مربوط به کشور پاکستان میشه ایجاد بکنیم. از جمله کشورهای آسیای میانه که در شمال افغانستان قرار دارن میتونن عوامل بسیار کمک کننده و یک سرزمین مصرفی برای موارد تولیدی داخل افغانستان باشن. با این حال وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که قطع روابط تجاری با پاکستان تا کنون هیچ تاثیر منفی قابل توجهی بر جریان تجارت افغانستان نداشته است. هرچند گهگاه گزارش‌های از فاسد شدن برخی مواد در این سوی گذرگاه و نوسان قیمت برخی کالاها در پاکستان منتشر شده است. شمار از پناهجویان افغان در کمپ در قطر اعلام کردند که در اعتراض به وضعیت بلا تکلیف خود دست به اعتصاب غذا زدند. این افراد میگویند سالهاست در انتظار انتقال به آمریکا هستند و مانند زندانیان با آنان رفتار می شود. بر اساس گفته های پناهجویان اعتصاب غذایی از شب گذشته آغاز شده و تا زمان روشن شدن سرنوشتشان ادامه خواهد داشت. به دلیل گرما و اعتصاب وضعیت صحی شمار از زنان بد شده و به بیمارستان منتقل شدند. آنان از حکومت آمریکا می‌خواهند که هرچی سریعتر زمینه انتقال آنان به خاک آمریکا را فراهم کند.
همزمان با تیرگی روابط میان پاکستان و امارات اسلامی، شفیع الله خان جنرال قنصل پاکستان در جلال آباد با روز دوشنبه با محمد نعیم آخوند ولی ننگرهار دیدار کرده است. با گزارش روزنامه دان، این نخستین تماس در سطح بالا میان امارات اسلامی و پاکستان در چند ماه اخیر و پس از درگیری‌های مرزی میان دو کشور به شمار می رود. در این دیدار دیپلمات پاکستانی موضوع اسلام آباد درباره وضعیت امنیتی را توضیح داد و ولی ننگرهار اعلام کرد که تلاش می‌کند تنش‌ها میان دو کشور کاهش یابد. سپاس امتنان از اینکه بیننده این مجموعه خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.